یارو کنسرت میذاشته تو اروپا و تو آمریکا و تو انگلیس، اومده این طرف، یارو تا دو روز هیئت میرفته داره میره اونور. برم این قربال داره صورت میگیره. هر مزخرفی رو هر کی گفت گوش میکنی. ایران اینترنشنال رادیو عراق زمان جنگ ماست. اصلا بعضی از کارمنداش یهودی ان، شکل کارم بندگان خدا که رعایت نکردن. بعد بازم گوش میکنی میگی که ببینیم چی گفته. BBC برای مردم خودش خبر انگلیسی میده، ازشون مالیات میگیره. چقدر ما رو دوست داره. مردم رو از انگلیس بیشتر دوست داره چون برای ما رایگان پخش میکنه. منطق در حد اینه که مثلا طرف تک سلولی هم باشه میفهمه، یعنی مغز وا کنی ببینی یه نخ یه سیم این گوشو با اون گوش بس کرده، همین باشه اونم میفهمه. آقا جون هر شب باید با توبه بخوابی. اینجوری بهت بگم، یه ظهور بختتن ها یه هویی میبینی ریخ همه جا هم. چقدر آماده ای؟ توبه بعد از ظهور فایده نداره. یه راه میخوام بهت بگم، بهترین راه برای توبه هر روز برام ذکر کن. سریع ترین راه به حضرت عباس اگه میشناختم معرفی میکرد. کاری دارم بهت میگم که خودم انجام دارم میدم، برای خودم واجب کردم. ولو یه بال مگس در توبه بخوابید، آماده باشید. اگر شد عقب نمونیم، اگر نشد وظیفمون انجام دادیم.